خرداد سال 1385 بود. من تازه فارغ التحصیل شده بودم و به خیلی فارغ التحصیلان بیکار پیوسته بودم. هنوز نمیدانستم با مدرک نساجی خود چه بکنم و در ضمن مشمول خدمت سربازی هم بودم. با توجه به اینکه آیا باید در رشته نساجی به دنبال کار بگردم یا رشته‌های دیگر، دو تن از دوستان پدرم کارخانه‌های نساجی داشتند و در پس ذهنم این بود که اگر تصمیم جدی گرفتم که در رشته نساجی کار بکنم، از پدرم بخواهم که از دوستانش خواهش کند که اگر ممکن است کاری برای من جور کنند. ولی موضوع سربازی عملاً سدی بود برای شروع کار. خلاصه در فکر ادامه تحصیل در رشته مدیریت که علاقه ذاتیم بود افتادم. خاطرم هست در دوران لیسانس واحدی داشتیم به نام مدیریت تولید که بیشتر از نحوه مدیریت و شیوه های آن برای اداره کارخانه نساجی صحبت می شد. ولی استاد من در آن زمان که خود سابقه سالها مدیریت در کارخانه های نساجی و همچنین مشاوره به مدیران کارخانه ها را داشت، مرا شیفته این رشته کرد تا آنجا که با نمره 20 آن واحد را پاس کردم. ولی تا 2 ترم بعد همچنان به کلاس‌های ایشان می‌رفتم تا بیشتر از تجربیاتشان استفاده کنم. آنجا بود که این علاقه به مدیریت در من ایجاد شد و در پایان دوره لیسانس با تغییر رشته فوق لیسانس به مدیریت سعی کردم به دنبال هدف اصلی زندگیم بروم. 1 ماه قبل از آن اتفاق جالبی افتاده بود. یکی از دوستان زمان دانشگاه پدرم که سالها یکدیگر را گم کرده بودند، داروخانه پدرم را در خیابان گیشا پیدا کرده بود و پدرم را سورپرایز کرده بود. ایشان که سالها در آمریکا در سطوح بالای مدیریتی در سیلیکون ولی مرکز تکنولوژی آمریکا کار کرده بود، به دعوت شرکت مادیران برای 2 سال به ایران آمده بود و قبل از پایان 2 سال چون مدیران از روش مدیریتی وی خوششان آمده بود و وی سالها در مورد ماشین برای مجله ماشین نوشته بود، به وی پیشنهاد شراکت و مدیریت عاملی شرکتی را برای تولید و فروش کامیون داده بودند. او پس از پایان 2 سال کارش در شرکت آریا دیزل را شروع کرده بود و حالا 6 ماهی از تأسیس آریا دیزل می‌گذشت و مشغول استخدام بودند. پدرم به من گفت من می‌توانم با دوستم قراری بگذارم. او شخص با تجربی است و تو می‌توانی با او از رشته، علاقه و تجربیاتت صحبت کنی. او می‌تواند راه آینده را به تو نشان دهد. قرار پیاده روی روز جمعه گذاشته شد. 3 نفری به پیاده روی در جوار مسیل الهیه رفتیم. این اولین بار بود که من ایشان را می‌دیدم. نام ایشان مهندس فرهاد کاشانی بود. خیلی صمیمانه و دوستانه از من سوالاتی کرد و پس از 1 ساعت سوال و جواب گفت که ما الان در رشته مدیریت منابع انسانی کسی را نداریم، ولی تو هم تخصصی در این زمینه نداری. اگر مایل باشی می توانم از آقای ارسلان رضایی مدیر منابع انسانی شرکت مادیران خواهش کنم که ظرف 2 ماه تو را تربیت کند و پس از 2 ماه اگر او صلاح دید با حقوقی که او پیشنهاد کند تو را استخدام کنیم. آقای کاشانی احترام زیادی برای آقای رضایی قائل بود و او را در رشته خود بیشتر از کسانی که در آمریکا با آنها کار کرده بود قبول داشت. ایشان فقط 1 شرط اصلی داشت. شرط این بود که در 2 ماه اول نه حقوق میگیری و نه حق ایاب ذهاب. و اگر آقای رضایی گفت که به اندازه کافی خوب نیستی، بدون هیچ ناراحتی باید برگردی به خانه و نباید این باعث به هم خوردن روابط من و پدرت شود. بعدها فهمیدم که این روش پارتی بازی آقای کاشانی است. یعنی پارتی فقط شما را به در شرکت و مصاحبه میرساند و بقیه به جوهر خود شخص بستگی داشت و هیچگاه حاضر نبود که کسی را که لایق نبود استخدام کند و اگر میکرد به محض اینکه میفهمید طرف به درد نمیخورد و اصلاح پذیر نیست وی را اخراج میکرد، که این قاعده بعدها شامل پسرخالی خودش هم شد و البته با توجه به اینکه خانواده خاله فکر نمی‌کرد کسی به علت عدم کارایی پسرخاله‌اش را اخراج کند، اختلافات خانوادگی پیش آمد. کاش این اخلاق در همه ایران رایج بود. من که از خودم مطمئن بودم قبول کردم و گفتم از که شروع کنم. ایشان گفت بگذار فردا به آقای رضایی تلفن کنم و احتمالاً از 1 شنبه شروع خواهی کرد. پس از پایان پیاده روی آقای کاشانی خداحافظی کرد و رفت. احساس خوبی داشتم. با پدرم صحبت کردم و او گفت چون شرکت تازه تأسیس شده در صورت رشد شرکت تو نیز با آن رشد خواهی کرد. به خانه رسیدیم و ماجرا را با مادرم هم در میان گذاشتم و او هم مرا تشویق کرد که این کار را بکنم. از آنجایی که همزمان مشغول آماده کردن خود برای امتحان فوق لیسانس مدیریت بودم، این پیشنهاد دقیقاً همان آرزوی کاری و همسو به آینده تحصیلی من بود. روز 1 شنبه صبح زود خود را به 8 گیت رساندم و خود را به آقای رضایی معرفی کردم.
آقای رضایی هم احترام زیادی برای آقای کاشانی قائل بود و او را بهترین مدیری می‌شناخت که تا به حال برای وی کار کرده بود. هر روز ساعت 5 صبح از خانه خارج می‌شدم و قبل از تمامی پرسنل و حتی آقای رضایی که همیشه از اولین نفرات بود آنجا حاضر می‌شدم. آقای رضایی با قرار دادن من در قسمت‌های مختلف سعی می‌کرد که همه چیز را به من یاد بدهد. گاهی اوقات افکار منفی به ذهنم رخنه می‌کرد. نکند آقای کاشانی نظرش عوض بشود و شخص دیگری را برای این بخش استخدام کند. نکند که هیئت مدیر استخدام مرا قبول نکند. هرچه باشد من در این رشته تجربه‌ای نداشتم. 2 ماه مثل برق گذشت و طبق قرار قبلی من دیگر به شرکت مادیرا نرفتم تا ببینم که آقای کاشانی مرا در آریا دیزل می‌خواهد یا نه. روز جمعه پدرم جواب تلفنی را داد که فکر کردم که از آقای کاشانی است و از پدرم خواست که گوشی را به من بدهد. گوشی را گرفتم. ایشان گفت: یزدان، تبریک عرض می کنم. از 7 خانه آموزش آقای رضایی گذشتی. آقای رضایی گفته که تو را با ماهی 400,000 تومان استخدام کنم و ما هم همین کار را خواهیم کرد. از شادی در پوست نمی گنجیدم. 2 ماهی که حتی 1 ثانیه از آن کم نگذاشتم و فقط بیش از 12,000 کیلومتر رانندگی کرده بودم. بالاخره جواب داد. بعدها فهمیدم که آقای رضایی به آقای کاشانی گفته بود که با 400,000 تومان او را استخدام کنید و مطمئنم که در 6 ماه 800,000 تومان خواهد گرفت. آقای رضایی گفته بود که این بهترین کارآموزی بود که در زندگی دیدم و نمیتوانم حتی حدس بزنم که او 1 سال بعد چقدر خواهد گرفت، زیرا خیلی زیاد خواهد بود و این یک فرد کلیدی برای شما خواهد شد. این داستان شروع کار من در آریا دیزل، بهترین شرکت ایران بود. هنگامی که بعد از 7 سال کار و 6 ماه پس از آقای کاشانی آریا دیزل را ترک کردم و به آمریکا آمدم، بیشتر ارزش آریا دیزل و تجربیاتی که آنجا کسب کردم را دانستم و 3 سال بعد از ترک شرکت تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم. عمده مثال‌های این کتاب بر اساس نوآوری‌های شخص آقای کاشانی و تیم خدمات پس از فروش و بازاریابی آریا دیزل میباشد. لذا نام آقای کاشانی به کرات ذکر شده است و باشد که نوآوری‌ها و شیوه مدیریت این شرکت به یادگار بماند و شاید فرصتی ایجاد شود تا دوستداران مدیریت از این تجربیات بهره برند.